آقا اینجا فروشگاه کاسکو تو آمریکا، تلویزیون 50 اینچ 4K $229. اگه تو روز ساعتی $20 کار کنی، 8 ساعت کار کنی، با حقوق یک روز و نصفی که داری کار میکنی میتونی همچین تلویزیونی بگیری، تازه نقدی. همین هم میتونی تو اقساط بگیری. یعنی تو روز اگه 8 ساعت کار کنی میشه ساعتی $20، $160. یک روز و نصفی کار کنی میتونی همچین تلویزیونی بگیری. میای جلوتر، تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 4K $300. یعنی با حقوق 2 روز کار کردن تو آمریکا تو میتونی همچین تلویزیونی بگیری. کلا لوازم برقی خریدن و لوازم خونگی تو آمریکا گرفتن خیلی آسونه. تازه من دارم نقدشو میدم. شما میتونی همه اینا رو اقساط بری بگیری. یعنی کارت کاسکو رو داشته باشی میتونی قسط بندی کنی، مثلا ما $20 $30 حسابت کم کنن